خب سلام بچه‌ها، چطورید؟ من میوه هستم و خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بهتون آموزش بدیم از این آسانسورها هست که با سولسند آب کار میکنه. آسانسور خیلی سریع هست، از اونها بهتون آموزش بدیم. آره دیگه، ساب کنید تا این آموزش رو بهتون نشون بدیم. و برای ساخت این فارم شما کلا به تنها چیزی که نیاز دارید واتر باکت و سولسند و کلپ و ساین، دقیقا فقط همینا ها رو نیاز دارید. بریم که آموزش رو ببینیم، ولی قبلش باید قول بدین که ساب کنین. چی؟ بلدی بسازی بلدی این آسانسور رو بسازی؟ خواهی بلد بودی که روی این ویدیو کلیک نمی‌کردی. دروغ نگو شیطون. ساب کن. حالا به هر حال ویدیو رو هم برو ببین. الان میدم، حالا خیلی سریع هم آموزش رو میدم. کریتیو کن. نگاه کنین، اول از همه شما مثلا من میخوام اینجا برم بالا. حالا شاید بعضیا مثلا این سولسند آب و بلد نباشن. خب نگاه کنین، مثلا من میخوام بیام اینجا برسم. حالا یه دونه دیگه اینجوری. اینو چهار طرفشو میاریم بالا. خب اینجا همین بالا آبو میذارید و یک دونه سولسند برمیدارید که از ندر به دست میاد. خیلی من باهوشم. اگه باهوش بودنم ایمان داری تو کامنت بنویس. بعد اسمش چی بود؟ اینا درست میکنیم. اسمش چیه؟ ساین بود اسمش. آیتم فریم چیه؟ و اینجا برام اینجا دو بلاک میذاریم و البته اگه آب اینجوری باشه میریزه بیرون. با ساینا این نمیریزه بیرون. ایول اینجوری. و حالا مثلا سولسند اینو میکنین، به جاش سولسند میذاریم. و بعد نیازمند کلپین. کلپ اینجوری میکشین تا بالا. خب نکنین تا بالا میکشین. بعدش حالا اینجا کلپو خراب میکنید و این میشه آسانسور. مرسی که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد از این آموزش لایک و ساب فراموشتون نشه و اگه براتون کاربردی بود تو کامنت ها بنویسید، چون من میدونم عده زیادی هستن که یا تازه کارن یا مثلا این تکنیک ها و ترفندا رو بلد نیستن دیگه. تو کامنت ها بنویسید اگه کار آمد بود براتون. عشقای منید که ویدیو رو میبینید و آموزش زیبایی بود. نه آموزش زیبایی نبود، خوشگل نذاره دیگه. بای بای.